درود عرض میکنم دوستان عزیز و ارجمند. مهمانی امروزه برنامه ما یک نفر مطرب چیرده است، آوازخوانی شناخته بختیار بیانی هستند که برنامه ما را با یک نوای دلنشین آغاز بخشیدند. من شما را به برنامه خیر مقدم میگویم و واقعا خیلی نوای فورم بود و گاهی یک ساز میتواند کاری را انجام دهد که کس از شنیدن آن با هیجان بیاید، از آن لذت ببرد. و امروز واقعا همین سازی که شما همراه خود آوردید سازی برقی است ولی خیلی صدای دلنشین داشت و اجرایش خیلی جالب بود. خب من میخواستم اول شما درباره همین ساز برای ما معلومات دهید. این ساز اسکریپکا است، اسکریپکای برقی است. اسکریپکای برقی است. سبب چیز ما اصلاش قیجکچی هستیم. سببی که قریب که مانند هستند این ساز. بله به حد مانند است، فقط در صدا و اینقدر فرق میکند. بعد قیچک ما که با پوست پوشانده شده است، بله. از هوا وابستگی دارد. بله. برای همین هوا که خیر تابش خیلی بالیده میشد. فرقیت این از قیچک‌های مثلا عادی چی است؟ مثلا این قیچک برقی است بیشتر. ولی برقی همین است که صدا چقدر خود بلندتر میشد، بقوتر ولی نوازش و اجرا و اینا همش مانند است، یک خیل است. بله بله، اسباب قریب که یک است، فقط در هوا وابستگی دارد اینها. و خیلی کم کسانی هستند که در تاجیکستان اسکریپکای برقی را استفاده میبرند. مطربان عموما قیچک در تاجیکستان خیلی کم هستند و فکر میکنم که بعد از سالهای 70 80 آهسته آهسته در میان همین صنعتکاران نوازنده های همین ساز موسیقی پیدا شد. قبلا وجود نداشتن. درست. حاضر خیلی بسیار شده است. حاضر بسیار هستند. خوشبختانه. خود شما از کی شروع کردید؟ ما از سال چند بگم 1983 82 علاقه شروع کرده که هستم. خب کجا آموخته، در کجا؟ من مکتب موسیقی شهر پنجگین آموخته هستم. سازی قیچک رو در ساز قیچک. بعد دوشنبه آمدید؟ بعد از آن خوجند رفتم. در خوجند در مکتب موسیقی اونجا آموزشگاه موسیقی به نام صادرخان حافظ. بله. اونجا را ختم کردیم. بعد از آن دانشکده دولتی فرهنگ مسخره. اونجا فقط ساز اسکریپکا از خود کردید یا که قیچک از خود کردیم؟ تفاوت دارن؟ یعنی وقتی که یک نفر مطربی که ساز قیچک را نواخته میتواند اسکریپکا را همون گونه نواخته میشود؟ نوته هایش و بعض یک بار نه. چون که یعنی باید تمرین کنی. این کوتاه‌تر است. خب کوتاه نوته هاش هم بینش تفاوت دارد. بله تفاوت دارد. قیچک که دراز است اون نوته هاش هم دراز باید که سال دراز بکشید. بعد جور کردنش نیز قیچک را نیز خیلی وقت یک خیل است. جورش نه خیلی است. نه گفتید با از بود هوا وابستگی دارد. اگر کمی هوا مثلا سردتر باشد اجرای قیچک کمی سخت‌تر میشه. جورش ویران میشه. آفتاب بلند باشه جورش بلند میشه. عجیب. و ما میخواهیم که همچون یک نفر مطرب و همچون یک نفر آوازخوان شما را بیشتر بیننده همین پهلوهای هنر شما را باز کرده باشه، چون کم نفرانی هستند که در هر دو سم موفق میشوند. یعنی هم مطرب خوب هستند، همچون یک مطرب خود را معرفی می‌سازند و همچون یک آوازخوان نیز در این سم موفق میشن. خیلی کم هستند و خاصتا مطربان بیشتر وقت در حاشیه میمونند. خب چگونه مثلا با یک نفر آوازخوان بیشتر فعالیت میکنند و خودشان همچون یک شخصیتی هنری کمتر رشد میکنند. همینطور هست که ولی شما از زمره اون مطربانی هستید که در جاده آوازخوانی و هم در جاده مثلا نوازندگی خود را معرفی کردید. خب سیرش در چی بود؟ از کجا شروع کردید؟ من آهنگسازی کی میکنید؟ آهنگسازی من همراه ما امروز عبدالسلیم جان آمدگی هستن. عبدالسلیم جان مهمانی ما و شما. شما هم مهمانی ما هستید. تشکر. این کس از بایسونی ازبکستان هستند. شما ارتباط زیاد دارید با هنرمندان کشور همسایه؟ بله رفت آمد. تا جایی که میدونم سفرهای زیادی هنری نیز به کشور همسایه داشتید. هنرمند اصیل که شدید بعد بسیار میشد سفرهای هنری. بله. خوب باشد. چی دستاویز دیگر دارید برای ما؟ ما سرود میخونیم.
با روی مردم ایران خب چی حرکت ترانه کردیم. است؟ ترانه از دیشان تورل است. تعریف و توصیف بیدیر کردگی هستند. خب واقعا یکی از پیروانی اصیل همین بیدیری دهلوی بودن نقیب خانی تورل، یکی از آخران نماینده های سبکی بیدیلی. خب بفرمایید. مقصدم زین نسخه تورل گفته است، مقصدم زین نسخه تورل گفته است، گر نماند نام من این نقش دیوانم عباس. گر نماند نام من این نقش دیوانم مبس، این نقش دیوانم مبس. بلند است از فرق موای بدیل، نباشد هیچ کس را جای بدیل. نمایم توتیای دیده خویش، اگر یابم غبار پای بدیل، اگر یابم غبار پای بدیل. اگر تور از تو باشد تور سینا، و اگر دریا بود دریای بدیل، اگر تور است باشد تور سینا، و اگر دریا بود دریای بدیل، و اگر دریا بود دریای بدیل. من هیچگاه میتوانم کرد بیرون، اگر خار خلد بر پای بدیل، بر رفقت برتر است از جنابی حضرتی میرزای بدیل. جنابی حضرتی
رفعت برتر است از کوه طورل جنابی حضرت میرزای بدیل نمایم توتیای دیده خویش نمایم توتیای دیده خویش اگر یابم غباری پای بدیل بلند است از فلک مغای بدیل بلند است از فلک مغای بدیل 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 سپاس برای یک ترانه زیبا. من به کاری آهنگسازی از کی شما میل پیدا کردید و آهنگای شما اصلا کیها اجرا میکنند؟ آهنگسازی خیلی زیاد شدگی است. سالهای دانشجو بودم همجا ایجاد شدگی است. حتی رحمتی صاحب جان نازیموف همکرسی من بود. با صاحب جان چند ایجاد کردگی هستیم جا. کدام ساز اصلا ایجاد میکنید؟ ایلوجش باشد فورتپیانو کردی. فورتپیانو کردی. کدام ساز رو اجرا کرده میتونه؟ من خلقی همش تعریف نشه. خوب بیاید از اون حرف زدیم که شما در عائله هنرمند به دنیا آمدید و این طبیعی است که فضا به انسان ها تاثیر میگذارد. خب فضای انسان ها را وادار میکند که به یک کسب میل کنند و شما که در فضای عالم موسیقی به دنیا آمدید و اونجا حتما که سازهای موسیقی را برو شدید و فکر میکنم که همین فضا تاثیرگذار بود که شما به عالم موسیقی بیشتر آورید و همین سمت رو انتخاب کنید. پدرتان که خب یک نفر هنرمندی موفق بودن. حافظ خلقی تاجیکستان. بیاید از برای پدرتان کمی نقل کنید. پدر رحمتی بسیار یک آدمی لطیف بودن. آدمی بسیار ناز بودن. تا امروز مردم به نیکی یاد میکنند. بله. از زبانی خودم نه مردم برای همین. خود خانه البته فضای پدر به ایجادی خود مشغول بودن. من با پدر نیا کرده اونا رو انگوسه می آمیختم میدوزیدم. و یگانه من از 8 نفر فرزند بارها گفتگی هستم برای پدر رفتم که رحمتی خیلی خرسند بودن از اینکه خرید یک فرزند. چقدر کار کردید همراهشون؟ همراه پدر زیاد یک 15-20 سال یک جای کار کردگی بودیم. بیشتر مطربی میکردید که آوازخوانی میکردید؟ آوازخوانی میکردم. باز چی دستاویز دارید؟ خیلی زیاد. خب بفرمایید چی ترانه است؟ البته آینه نگونی ما امروز تمام دنیا میبیند. تو ازبک خونم گفتم با اجازه شما. بفرمایید. امور اتر وقت اتر خانlar اتر تخت اتر امور اتر وقت اتر خانlar اتر تخت اتر آمد اتر بخت اتر لیکن هیچ قچان çıkmaz yavrumdan seni yürüyüşlerin seni gülüşlerin ağrım süreçlerin Lekin hiç kaçam çıkmaz yavrum seni yürüyüşlerin seni gülüşlerin ağrım süreçlerin
نگذر خار یغسه تا نگذر بهار ده باغ نگذر خار یغسه تا نگذر قیاش نیچاو نگذر لیکن هیچ قچام çıkmaz yadımdan seni yürüyüşlerin seni gülüşlerin halim soraşlerin lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan seni yürüyüşlerin seni gülüşlerin halim soraşlerin Dostlar köptür vafoni Oy çıkar gazahoni Dostlar köptür vafoni Hayat şundan safali Lekin hiç kaçam çıkmaz aldımdan Sözsüz sözleşlerin Havlım izleşlerin Havlım izleşlerin Lekin hiç kaçam çıkmaz yadımdan Sözsüz sözleşlerin Halim izleşlerin Halim izleşlerin Halim soraşlerin Halim soraşlerin برنامه را ادامه میدیم دوستانی عزیز. یادآور میشم که مهمان ما هنرمند ممتاز بختیار بیانی هستند که من بار دیگر ایشان را به برنامه خیر مقدم میگم و چون شما یک ترانه ازبکی پیش نیاز کردید میخواستم از همین همکاری های بین المللی و سفرهای خارجی که داشتید برای ما بگید، چون چندین سفرهای خارجی داشتید
همچون روزهای فرهنگی تاجیکستان در کشورهای مختلف نیز بودید. من میخواستم از اینها برای ما بگویید که برای یک هنرمند سفرهای خارجی چی میدهد؟ البته خیلی در کشورهای خارجی یعنی که بسیار سفرها کرده هستیم، همچون نماینده صنعت و مدنیت خود مثل ملت خود. در ایتالیا بودم من، در کویت بودم، در وینگریا بودیم، در هندوستان بودیم، دبی بودیم، ترکمنستان بودیم و هاکذا خیلی زیاد. این خیلی خوب است چون که ما باور کنید ترکمنستان بودیم، نصف زال من تنها با اسکریپکا اجرا کردم موسیقی، نصف زال باید کنید اسکریپکا نواز بود است. همش برام استاد گویم، من هم خیلی حرمت احترام. من گفتم من در چند بیام یا در اشخاباتم نگیجم. این کارو در ترکمنستان شد. در هندوستان چنین باید دختری پاراگوایز و عرف می نواخت. هم هر دو یک وای شده موندیم، خیلی نزدیک شدیم. معقول آمد صنعتی ما. در ایتالیا با مایکل برادر گیتاریست شناس شدیم، یارو برادر شدیم با واسطه ترجمه البته. و او به من گفت که بختیار گفت یک موسیقی خودتان به من آموز گفت. موسیقی ملی تاجیک خودتان به من آموز گفت. من با تو یک تا میموزم. من گفتم بسیار خوب میشه. ما گرفتم یک دانه گل با وی آموزاندم. کدام موسیقی؟ یک دانه گل دو دانه اناری دانه دانه، یک دانه گل دو دانه. با اسکریپکا البته اونجا ریچک بود. گفت شما معرفی کردی ملت خود ریچک بردیم گید. بعد او هم که کسبی بود، پروفسیونال که بود، در حال از خود کرد. بعد گید وقتی بیگاهی است پیش از برآمد است، همه یک جای صنعتکارا جمع میشن با من. از دوری مایکل که گفتم دست براشتم و هم یک دونه گلا با گیتار می نوازد. این 43 نفر دیگر هم اشتراکچی و حیران شدن. گفتم بختیار تو یکی گرچند که خردترین اشتراکچی باشم چه خیلی زبانی و یافتی؟ من گفتم آخه همین خودش بس نیست، زبان ندارد موسیقی ما شما آخه برای همین با تیزی آموخت. هم حیران شد. شما چی رو از او آموختی؟ آفرین. یعنی همیگونه تجربه ها میتین همکاری با هنرمندان مختلف دنیا. خیلی دوست پیدا کرده هستیم تا حال ما با هم گفتگو مثلا همیگونه نقشه ندارد که یک سفر هنری بکنید تنها با نمی یک ساز و بروید و کنسرت های مختلف، یک سفری توری داشته باشه، تور سفرها با کشورهای. البته یعنی همیگونه نقشه هست. البته نقشه ها زیاد است. از جانب دوستانی که در کشورهای مختلف داره دعوت میشوید به اون کنسرت ها دعوت میکنن شما رو؟ البته کنسرت ها، توی ها، مراسم ها دعوت میکنن. سمرقند نزدیک کو؟ بیشتر سمرقند میروید؟ بیشتر سمرقند. خب تشکر. و باز چه ترانه پیشنهاد میکنید؟ ترانه از همکسبم هستن در ازبکستان، ارکین جان قیجک نواز، خیلی ماهر، خیلی عالی، یکی از موسیقی های هموک است. شعر از کمینه. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروز رسیدیم. یادآور بشم که مهمون ما یک نفر هنرمند ممتاز بختیار بیانی بودند که شما شاهدی ترانه های دلنشین و آهنگ های جذاب ایشان گردیدید و همینجا به برنامه حسنی انجام میبخشیم و برنامه با یک ترانه دلنشین به آخر میرسد. گل سنگم گل سنگم چی میگم از دل تنگم مثل آفتاب
اگه بر من نه تو به سردم و بیرنگم گل سنگم گل سنگم چی میگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بر من نه تو بی سردم و بیرنگم همه آهم همه دردم میسی توفان پوری گردم همه آهم همه دردم میسی توفان پوری گردم باد مستم که به صحرا میپیچم دور تو میگردم گل سنگم چی میگم از دل تنگم میسی آفتاب اگه بر من نه تو به سردم و بیرنگم میسی بارون اگه نباری خبر از حال من نداری بی تو پر میشم دو روزه گلی سنگم برام میسوزه گلی سنگم گل سنگم چی میگم از دلی تنگم گل سنگم گل سنگم چی میگم از دلی تنگم گل سنگم گل سنگم چی میگم از دل تنگم میسی آفتاب اگه بر من نه تو به سردم و بیرنگم گل سنگم چی میگم از دل تنگم میسی آفتاب اگه بر من نه تو به سردم